همچون یک شهروند جمهوری تاجیکستان، همچون یک ساکن شهر دوشنبه رو به تمام مردم تاجیکستان می‌آورم و از همه ایشان دعوت به عمل می‌آورم که تاجیکستان عزیز که پاره تا جان هر یک تاجیک و تاجیکستانی است، پاره جان تمام تاجیکان دنیا است. یک جای کمر همت ببندیم، از مهر، از محبت، از صداقت برابر دولت، از آبادی و گلشگوفی تاجیکستان صاحب استقلال یک جا سخن گفته، ویردی تمام آن همین آبادانی ها یک جای از یک گریبان سر براریم. زیرا امروز ما وضعیتی که امروز چطوری که میدونیم سفر پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان با شهر اصفهان و جماعت دهات واروخ در نظر داشته شده است و ما همه جانبه پیشوای ملت را باید تمام شهروندان تاجیکستان دستگیری نماییم. زیرا با یک کلمه میتوان افاده کرد که با یک عباره میتوان افاده کرد که واروخ واقعا هم پاره از سرزمین ما می باشد، پاره از سرزمین اجدادی می باشد که هم خاک آن، هم گل آن، هم خار آن برای هر یک انسانی با آر و بناموس و با وجدان تاجیکستان، با وجدان تاجیک باید برابر کرده شده باشد و نگذاریم که یگان ناخلف، یگان دشمن و یگان ناتوانبین چشم بد و سنگ ملامت به سوی ملت تاجیک زده باشد. و باری دیگر از همه شما جوانان سربلند و خوشطالع تاجیکستان، از همه شما پدران و مادران عزیز و مهربان، بابایان و بیبیان و تمام ساکنان دعوت به عمل می‌آورم که همه جانبه واروخ را دستگیری نماییم و باید اعتراف نماییم که ما در حقیقت وطن دوست هستیم و به هیچ کس نمیگذاریم که سرزمین ما رو یعنی به سوی ملت ما چشمی بد نزنه.